روابط امارت اسلامی و تاجیکستان گرمی و سردی های زیادی را تجربه کرده است. این روابط پس از تحویل ندادن چرخبالهای ارتش پیشین افغانستان که به تاجیکستان منتقل شده بودند به امارت اسلامی به تیرگی گرایید و مقام های امارت اسلامی بارها خواهان سپردن این چرخبالها به ارتش امارت اسلامی شدند. اما پس از چند بار تنش های مرزی و آنچه ورود شماری از قاچاقبران و گروه های حراس افغانی از خاک افغانستان و تاجیکستان اعلام شد، به تازگی سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان اعلام کرده که کشورش می‌خواهد به منظور جلوگیری از افزایش تنش‌های مرزی بر اساس منافع ملی تاجیکستان با امارت اسلامی همکاری کند. وی در واکنش به افزایش درگیری‌های مسلحانه ماه پیش در امتداد مرز دو کشور گفته که نیروهای امنیتی افغانستان و تاجیکستان به گونه مشترک برای جلوگیری این رویدادها کار می‌کنند. موضع ما در قبال افغانستان ثابت است. ما می‌خواهیم افغانستان را کشور امن، باثبات، صلح‌آمیز و شکوفا ببینیم. ما با این باوریم که هر کشور مستقل حق دارد سیاست خود را مطابق منافع ملیش پیش ببرد. در این چارچوب باید تاکید کرد که بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای هم‌مرز با افغانستان، نیز همکاری با این کشور همسایه را بر اساس منافع ملی خود تنظیم کرده اند. با در نظر گرفتن وضعیت پیچیده اجتماعی و اقتصادی افغانستان، تاجیکستان از جامعه جهانی می‌خواهد که افغانستان را با مشکل‌های فراوان که امروز با آن روبروست تنها نگذارد. دو کشور همسایه مشترکات فراوانی با هم دارند که می‌توانند با هم کنار بیایند و گسترش روابط از نگاه تامین امنیت و جلوگیری از نفوذ گروه‌های دهشت افغان تروریست در منطقه و قاچاق مواد مخدر میتواند تاثیر بسیار مستقیم به روابط سیاسی و دیپلماتیک آینده هر دو کشور داشته باشد که در شرایط فعلی با در نظر داشتن منافع هر دو کشور برای افغانستان تمام می شود. هرچند امارت اسلامی به تازگی در این مورد چیزی نگفته، اما پیش از این بارها اعلام کرده بود که هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه همسایگانش نیست و نیروهای افغان و تاجیکستان در هماهنگی کامل برای جلوگیری از ورود قاچاقچیان و مبارزه با گروه‌های حراس افغان قرار دارند. در بیشتر از 4 سال گذشته حکومت افغانستان اعلام کرده که ما به 3 اصل حکومتداری میکنیم: اقتصاد محور بودن، عدم مداخله در کشورها و امنیت. این که تاجیکستان هم میخواد بر همین محور با افغانستان تعامل داشته باشه، طبعا که گام مثبتی هست، چرا که در بعد همسایگی میشه از نقطه نظر اقتصادی و سیاسی هر دو کشور منفعت کسب بکنن و تقابل هایی که مطرح بحث است از طریق گفتمان بر راه حل پیدا میشه. کمیته امنیت ملی تاجیکستان پیش از این بارها از درگیری و از بین بردن قاچاقچیان و گروه‌هایی که قصد ورود از خاک افغانستان به این کشور را داشتند خبر داده بود.